Акои Шокир салом. Мо имрӯз бо шумо мусоҳиба мекунем дар бораи хушнависӣ, каллиграфия. Ман мехоҳам ба нафарое ки тамошо мекунанд видеои моро, шуморо аввал шинос бикунам. Шумо Шокир Турдиев ҳастед, хаткунандаи шарқшиносии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, дар вақти Совети Шӯравӣ будед, бале? Ва пас аз он шумо солҳое дар Афғонистон кор кардед ва дар Эрон. Барои ҳамин аввал мехоҳам ки шумо каме ба мо бигӯед ки барои чӣ барои шумо каллиграфия ё ба русӣ мегӯянд англисӣ каллиграфӣ, хушнависӣ барои шумо муҳим буд? Аз куҷо ин муҳаббат пайдо шуд? سلام علیکم. البته این تاریخ بسیار دور دراز دارد. در زمان شوروی در هر یک مکتب یک فنی زبان خارجی می آموختند. در مکتب ما باشه خوشبختانه زبان فارسی رو می آموختیم، تنها در مکتب ما در این طرفشان. و در صنف چهارم استاد ما روحشان شاد عبدالنبی جلیلوف اولین مرتبه برای ما همین حرفا رو آموختند و در طول چند ماه 3-4 مرتبه مرا تعریف کردند در پیش همسنفا و در پیش دیگر بچه ها که فلان بچه اینقدر خط خوب داشتن. من اصلا نمیدونم ممکن همینطور باشه، ممکن یک برای تکان دادن من باشد که ایسا ایسا من مهر پیدا کردم به اون. بعضا در نهایت کار بعد از ختم مکتب میانه و فاکولته زبانهای شرق به شعبه فارسی داخل شدم و استاد حسنلی روحشان شاد بود، این کس همین فن رو برای ما درس دادن. خودشان اصلا از ایران بودن، مهاجر ایرانی در تاجیکستان درس میدادن. در چی بودن؟ در دانشگاه. اون کس هم بسیار کوشش کردن که من همین کار رو به درجه بالاتر اسقاط کنم نسبت به دیگرها، چون از من طلبشان بیشتر بود. نسبت به دیگرها بود سرطلبتر بودن به من و این مهر و محبت ما رو نسبت همین کالیگرافی خوشنویسی بازم بیشتر کرد و خوشبختانه در طول خواندن و بعد از ختم دانشگاه ما توانستیم ما به افغانستان رفتیم و وقتی خود را بیهوده صرف نکردم. در اونجا در جستجوی استاد شدم، استادای محلی که اونها مثلا اکی در شاکر این همون وقتی افغانستان وقتی با شوروی جنگ بود، بله؟ بسیار ترجمان‌ها از کشورهای سابق شوروی، از تاجیکستان و ازبکستان اونجا کار میکردن. بله بله همین طور بود. شما اونجا چی کار میکردید؟ به حیث مترجم کار میکنیم. اولی مرتبه به حیث مترجم در کورس 4 ما رو فرستادن، ماه اکتبر که ما در اونجا بودیم و 1 سال به حیث مترجم نظامی کار کردیم. حالا دانشجو بودیم. بعد ما رو باز پس آوردم. بعد از ختم دانشگاه هم همین طور شد که ما رو باز فرستادن، چون شرایط تقاضا میکرد که در اونجا کارهای ساختمانی و کارهای مثلا از نو برقرار کنی متخصصین شوروی در اونجا بسیار به ترجمانان نیاز داشتن و ما رو چطور بگم هم چون به طور عاجل بعد از ختم دانشگاه ما رو فرستادن اونجا باز. و در اونجا هم در طول 3 سال وقتی خود را ضایع نکردم و یک استادی پیدا کردم و استاد بسیار استاد مجرد نام داشتن. در هر وزارت یک وکانسی چی بود؟ خطاطی بود. در اون وقت ما این پرینتر و چهار نبود. من در پیش استاد درس میگرفتم و خوشبختانه آیسته نتیجه کار من بهتر شد و حالا مهرش نسبتی مهر این خط به دل من خیلی جای گرفته است و در هر جایی که کار میکنم. بله، برای که ما فرق میکند خط ما تاجیکا با شما در شوروی بودید، ما که سیریلیک می نویسیم. چقدر برای شما سخت بود؟ یا من کارهای شما رو دیدم در مسجدها چقدر زیبا نوشته جدا، خیلی زیبا کشیده شده است. برای شما تجربه شما چه بود؟ براتون آسان بود این خط رو درک کردن؟ برای ما حاضر نسلی دیگر برای من خیلی سخت بود.
دول سخت است خواندنش. راستی راستی اگر واقعا گوییم برای ما مشکل تر است. برای ما مردم خیلی مشکل بود، چون ما چشم ما با این عادت نکرده بود. مردمی که در کشورهای مثلا شرق با الفبای عربی اساس سر و کار دارن، از کودکی به چشمشان نشستگی هر یک عنصر این حرفا برای آنها چیزی عادی می نمود. برای ما باشد این خیلی سخت بود. تا حال مشکلی میکشم در این موضوع و فکر میکنم که این سطح هنری من نسبتی مثلا سطح هنرمندانی که در ایران و افغانستان و کشورهای عرب زندگی میکنن و کار پیش میبرن، نسبتی اونها از من پستر باید باشد. نه شما خیلی خاکسار هستید. چشم من هم دیدم ممکن کاراتون زیبا، در بسیار. چشم دیگرها ممکن زیبا باشه، لیکن در مقایسه آنها فکر میکنم از آنها بالاتر از من است. و پس به ایران هم رفتید، گفته بودید که اونجا هم یاد گرفتید از این در خوشنویسی. ایران در ایران باز امکانیت وسیع‌تر فراهم آمد، چون که در اونجا کتاب بسیار بود، کتابخانه بسیار بود و مردمی که بیشتر همراه من سر و کار داشتن در جای کاری ما، در بین اونها با خوشخطای هم بودن. یک نفر برای من مصلحت داد که شعبه مثلا خوشنویسی هست، میتونین یگان استاد رو انتخاب کنین یا نام خود رو نامنویس کنین در اونجا. من به جستجوی پیدا کردن همین شعبه شدم که در از ما یک 12 کیلومتر دورتر بود. نامنویس کردم و هفته 3 مرتبه یا بعضا 2 مرتبه رفته درس میگرفتم. درس ما هم تقریبا 1-2 دقیقه وقت بود هر یک درس. هم 12 کیلومتر میرفتم، درس میگرفتم، پس میآمدم. شما در اصفهان، نزدیکی اصفهان بودید ها؟ بله بله، بله. در اصفهان و بودم. وقتی اصفهان بودید این چیزا رو میبینید، در اصفهان خیلی جایهای هنری زیاد دارد و استرافشان هم همین خیلی است، برای که این همش در راه ابریشم بودن. چقدر نزدیک بود برای شما، نه این چیزایی که میدیدید در اصفهان؟ در اصفهان چی بگم، عموما شهری مقایسه نشونده نسبت دیگر شهرها. تا به درجه کسب و هنر آنها پیش رفته است که مردم در حیرت میمونند. من با وجود که خوانده بودم در زمان دانشجوییم که اونجا پیشرفته ترین شهر ایران است، لیکن با چشم خود وقتی که رفتم دیدم، باورم نامد که انسان تا به چی قدر مثلا هنر خود رو به سطح بالا برده میتونسته است، انسان به چی قادر بوده است. این خوش و یاد و این عقلی که خداوند برای ما عطا کرده است، اون رو باید بس به شکلی به حد عکس العمل باید اکثر باید استفاده بریم، حد اکثر باید استفاده بریم. اونها همین کار رو توانستن کردن در اصفهان. بله، همین خوشنویسی، همین کالیگرافی برای چی مهم است در فرهنگ ما، یا ما که مسلمان هستیم، برای ما چرا اینقدر توجه میدیم برای این چیز در این کشورها، در ما کمتر در دیگر کشورها؟ البته این کالیگرافیا من به طور عموم گیم هر یک انسان دوستدار زیبایی است. زیبا پرستی در ضمیر انسان از قدیم الایام جایگزین شده بود. این بازیافت های ارکئولوژی، ساختمان های با حشمت و لباس و سر لباس و اشیاءهایی که از گذشتگان هر یکی ما باقی مانده است، از این شهادت میدهد. ستون های نقش و نگار در روی چوب و سنگ و گچ، یا اینکه نقاشی ها در روی مثلا ایوان ها و در دیوار های ساختمان، سر و لباس های زردوزی شده و اشیاءهای آرایشی از طلا و نقره و سنگ های قیمت بود، همه این شهادتگری اون است که همه ما دوستدار زیبایی هستیم. این هنری خطاطی باشد، این یکی از شاخه های هنری رسامی یا نقاشی است که مردم بیشتر به این رجوع کردند و در هر یک منطقه خطاطی سبک خیش را پیدا کرد، سبک خیش را کسب کرد. مثلا در تاجیکستان یا در
آسیای میانه سبک نستعلیق بیشتر، نستعلیق نازک نویسی بیشتر رواج یافته بود. در ایران و افغانستان نیز سبک نستعلیق و خطی شکسته بود، یا اینکه جایهای در جایهای مثلا رسمی دولتی دیگر نمودهای خط رواج یافته بودند و مردم به این رجوع میکردن و اون کسی که خطاط بود قدر و اعتبارش در جامعه بلند بود. برای همین مردم بیشتر به این کارها چی میکردن و هر یک کسی که میدید البته هنر خطاطی نه تنها در روی کاغذ، در روی مثلا ساختمان های با حشمتی هر یک کشور وجود دارد، این جذب میکرد مردم را. و کارهای برای شما در همین استرافشان اکوی شکر شما بر من اکسار رو میگذاریم هستن در مسجد و یکم کارتون چطور پس از شوروی که دیگر تمام شد ما دیگر دولتی صاحب استقلال شدیم، پس از آن شما شروع کردید کار کردن در استرافشان، مسجد ها باز شدن و چه کاری اول شما چه خیلی بود در استرافشان؟ چون این کار برای مردم معمول نبود و هیچ کس هم اینقدر از پس این کار نمیگشتم و وقتی که در بعضی جاها مثلا جماعت و مسجد ها شده شدن، هیچ کس نمیدونه چی کار کند، همه جا خالی، یگون نوشتجاتی نیست، یگون نفری نیست که مثلا آروی تارو دهد یا یگون دعوتی رو یا یگون نوشته رو به خطی زیبا نویسن. من تصادفا در وقتی بیکاریم یک دو چیز رو روی گاج نوشتم و به یک نفر نشان دادم. اون نفر و دوستش که امام خطیب بودن و گفتم فلانچی خیلی خوب نویسته، هم دعوت کرد. اون شخص در کودکی من با اون شخص آشنایی پیدا کرده بودم، چون نزدیک خانه تقایم بود. کودکی اونجا میرفتم با اون کس بازی میکردم، کس امام خطیب بودم. گفتن شما خطاطی هم میتون؟ من گفتم خب من شرق شناسی تموم کردم، خب میشد یکون چیز نویسید؟ من گفتم چی نویسم؟ خیلی روی متاع نویسیم که ما یک چی داریم، اید داریم. خیلی روی کاغذ آوردن، گفتن همین رو میتون نویسیم؟ من گفتم مایلش می نویسم. متاعی بود تقریبا یک 5-6 متر درازی. متاسفانه اسباب های نوشت که نداشتیم، با یک مشکلی بسیار کلان اون کار رو انجام دادم. ولی مثلا بورس نبود شد که رسامی یا اینکه مثلا رنگ های خصوصا بعد از پاک کردن شوروی این چیزها کمتر که بود، خب با یک مشکلی این کار رو انجام دادم. دیدم که عکس‌العمل اونها خیلی و خیلی بلند. گفتن همین شما نویسید؟ من گفتم خیلی چیزی برای ما عادی باید باشد، لیکن برای اونها غیر عادی که مثلا یک نفری که مثلا در یک شهر کوچک زندگی میکند از دستش این کار می آمده است. و همین کار ما همراه استاد عبدالمنان حسین زاده در یک جایی که بعدا دوام دادیم. بعضا اونها میکردن، بعضا برای ما سفارش میدادن. بعد از اون که ساختمانی مسجد ها یا اینکه احیای بعضی جایهای تاریخی شد، همون نمایندگان دین به نزد ما می آمدن که همین رو چی خیل کنیم، چی نایستگی در این ایوان مسجد یک قسمی بعضی جاهاش مثلا رنگش رفتگی، همین رو از نو احیا کنیم. خب نقاش ها اومدن، چند نفر نقاش هم از ما دعوت کردن که همین چیزها رو روی رنگی نو گیریم یا اینکه از نو احیا کنیم. در احیای ما گفتیم نه، بهترش همه رو ما میخونیم می نویسیم، شما همینجا با رنگ نه با نویسیم که روش نقش نگاری حاضر نباشد، همون نقش های قدیمه رو توانستیم که در جایش نگاه داریم. یعنی این هنر شما که در ایران و افغانستان یاد گرفتید برای شما لازم شد؟ هم برای ما لازم شد، برای عموما برای تاجیکستان لازم شد. جاهای تاریخی بله. کشور ما مثلا و نوشتجات قدیمه از بین نرفتن، ما توانستیم اون رو احیا کنیم. حالا من که نمیدونم هستن جوانانی که این کار رو ادامه دهند در استرافشان یا در کجای، یا ما نداریم از این جوانان؟
کم هستن، یک دو سه نفر شاگردای ما کم کم همون شعرها رو یا اینکه کتاب بعضی شعرها رو مثلا دستنویس میکنن، دستنویس میکنن لیکن به طور حرفه‌ای نیست، چون طلبات به این اینقدر زیاد نیست. لیکن خوشبختانه پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم امام علی رحمان در این مورد بسیار قرار سری وقتی گرفتن که برای رشد هنرهای مردمی در استراوشن کالج هنرهای مردمی افتتاح گردید که در اونجا یکی بخش های آن، یکی از شعبه های آن شعبه خطاطی می باشد. متاسفانه حالی شاگرد ندارد، لیکن شعبه خطاطی کشادن. یعنی ولی میخواهند که حکومت تاجیکستان میخواد نگاه دارد و آینده باشن جوانانی که در این هنر البته هستن یا کار بکنن. البته این یکی از کانسپت های کشوری ما است که مثلا نگاه داشتن انانات قدیمه ما، نگاه داشتن کسب و هنرهای بابایی ما، که این در کانسپت دولت ما درج شده است و خوشبختانه حالی خیلی هنرهایی که مثلا از بین رفته بودن یا در حال از بین رفتن بودن اونها رو احیا شدن. اکای شاکر، یک سوال دیگر درباره شما یک ورزشگر رو کشیدید. کمی نقل کنید همون از چطور شما این کار رو 2 سال ادامه داد و چی شد که شما خواستید 2 سال خودتون رو در این کار گذارید؟ البته پیش از همه من همین رو گفتنیم که و رسمی حبیب نورمگомедов و پدرش عبدالمناب نورمگомедов رو بیشتر از نقطه نظری اثری علمی و تربیوی و فرهنگی من آماده ساختم. لیکن مردم اگر ببیند میگوید که این هنر یک هنر رسامی باشد. البته این توأم است با هم رسامی و هم تبلیغاتی توأم است. این رو پیش از اون که من انجام دهم من خیلی فکر کردم که همین کار رو کنم یا نکنم و در نهایت کار بعد از مطالعه بسیار مثلا ادبیات ها با خلاصه آمدم که من کار رو انجام میدم و بهترین حدیث های رسول اکرم رو جمع کردم که اونها بیشتر در موضوع احترام پدر و مادر، عزت و احترام مادر و مشکل در پیری دستگیری نمودن آنها، کمک به بازماندگان، سخاوت پیشگی و دیگر جوان مردی و دیگر برای راست و درست هدایت کردن مردم، و از خود نمودن علم و هنر و آداب و اخلاق و این چیزهایی که فعلا در تاجیکستان و در دیگر کشورها مثلا کمی کاهیده است و مردم حال کوشش ایستادن که همین چیزها باز از نو برقرار شود. من همین موضوعات مهم را گرفتم و خطاطی کردم که بسیار عجیب برآمد. من این کار رو دفعه دوم میکنم. پیشتر این کار خطاطی یا این کار رو میگن نقاشی خط میگن یا اینکه خطی غبار نام دارد، در بعضی جا خطی غبار میگن، در ایران باشه نقاشی خط میگن، یعنی نقشی که با خط آفریده شده است، با خط آفریده شده است. این تاریخی یک چند صد ساله دارد. تقریبا در عصر 15 این کار خیلی رواج یافت. در عصر 15 در عصرهای 10 و 11 نیز رواج یافته بود، لیکن بعد از مثلا بعد از استیلای مغول ها کمی کاهش یافته بود. مردم به این کار اینقدر رجوع نداشتن. این خطاطی خیلی عجایب برآمد و نمودهای خط رو هم در اونجا استفاده بردم. نمود کوفی که خودی نمودی خطی کوفی تقریبا 30 نمود دارد، 30 شاخه دارد. اون من نمودهای خطی عربی اساس حالا در روزی بیش از 100 نمود وجود دارد
و که کوفی رو هر کس خوانده نمیتواند این خط را. کوفی رو هر کس خیلی خواندن. سخت از این رو میدونم. اون کسی که مثلا حتی مثلا بلد است به زبان عربی به الفبای عربی هم مثلا از بین اونها احیان شخصی پیدا میشه که کوفی رو بخونه. باز کوفی، من کوفی عادی اش و کوفی مربع رو در اینجا استفاده بردم که نسبتا عادی تر است. لیکن کوفی هایی که مثلا تزیینی و دیگر برگی و دیگر کوکل بندی و این اندلوسی و دیگر ها، این برای ما عموما دور است که ما نه هر یک مثلا ختم کرده دانشگاه هم میتوند، نه هر یک شخصی که در ایران و افغانستان زندگی میکنه اون هم نه همه خوانده میتونن. این نمود استفاده بردم. بله، آقای شاکر، درباره همین کالیگرافی میخواستم بپرسم که ببینید این چرا حاضر مهم است؟ مهم است که آدم خودش نشسته این کار رو میکند با یک الهام محبتی. همون سوال درباره تکنولوژی های نو که حاضر رشد میکنند، همون artificial intelligence یا هوش مصنوعی میگویند، چقدر شما فکر میکنید که میتواند خطر، نه خطر نمون، میتواند که این رو از بین ببرد؟ البته پیشرفت علم معاصر و تکنولوژی نوین زندگی انسان رو خیلی آسان میکند و با پیدا شدن کامپیوتر، با پیدا شدن ربات ها، بسیار کارهای وزنین جسمانی از دوش انسان ها مثلا به دوش اونها گذشت و اون کار رو پیش برد. لیکن با وجود این نتوانست که تمام کسب انسان را از دستش کشیده گیرد، چون که همون کامپیوتر، همون ربات و همون دیگه علم معاصر از طرف خود انسان آفریده شده است. این هوش مصنوعی بگیم اینم میتواند یک فایز معین رو از دست ما کشیده گیرد، لیکن فکر میکنم انسان باز انسان است که انسانی که همه هوشی مصنوعی رو خودش توانست چیکار کند، بسازد. سازد، بله. از خود انسان کسی دیگری نیست که مثلا زورتر از انسان باشد. انسان خداوند برای ما اینقدر چی توانست که اینقدر لیاقت را بخشد. این لیاقت مخصوص خاصی انسان است که فکر نمی کنم که 100% از دست ما گیرد این کار را، چون که کارهای بله. است که نه کامپیوتر کار میتواند، نه مثلا این هوش مصنوعی. باز انسان قوی تر باید باشد. دقیقا در من یک همین رو خوندم که در ابودبی نوشتند که میخواهند همین رو بسازند که کالیگرافی رو هوش مصنوعی بسازن، حالا کار میکنن و همطور. نمیدونم، برای که این خط خیلی خیلی خطی مشکل از نوشتنش. آها. چقدر میتواند این هوش مصنوعی کپی بکند یا خودش دیگر بسازد؟ من به طور مثال سال 1997 تا 99 در ایران بودم. در اونجا علاقه در کامپیوتر، خطی نستعلیق، خطی نصف و خطی سوس در کامپیوتر، همین برنامه ریزیش علاقه چی شده بود؟ ثبت شده بود. دستی یگان جمله رو می نویسیم، میخواستیم به خط نسل یا سوس یا نستعلیق یا کوفی می برمد. لیکن شکلی مثلا کوفی که مثلا 30 نمود دارد تنها یک یا دو نمودش میتونه کنه، باقیماندهش نمیتونه. خطی مثلا نستعلیق یک نمودش میتونه، خطی دیوانی رو حل نمیتونه، رقاب رو نمیتونن. کامپیوتر با وجود که این 30 سال پیش بود، در آینده امکان دارد همین چیزها رو برنامه ریزی کنن و در ذهن کامپیوتر ها گذارن، لیکن به هر حال انسان باز قوی تر است. بله، درباره همین خط فارسی، همون عربی که ما میگوییم، چقدر شما فکر میکنید که در آینده در تاجیکستان مردم میتونن دسترسی داشته باشن یا خوانده هستن؟ آدمایی که میتونن خیلی, خیلی کم هستن. یک چیزی است که بسیاری از ما 9 دقیقه دیگر داریم اکایش. همین رو کوتاه کرده گوید چقدر شما فکر میکنید در آینده مردم میتونن به خط فارسی دیگر بنویسن در تاجیکستان؟ در مقایسه مثلا چند ده ساله اخیر حال خیلی پیش رفته. ولی مثلا از 10 نفر امکان دارد اقلا یک نفر خونده تواند که این یک
پاییزی بسیار کلان است برای تاجیکستان. اه، فکر نمی کنم که از بین رود. فکر می کنم آینده من با با مساعدتی مثلا سیاستی دولت و کتاب های گذشتگانمون هم به خط کریلی و هم به خط فارسی چاپ شد که خوشبختانه خیلی پیشروی زیاد است در بخش علم و فرهنگ ما. اگر همین طور برود مردم آیسته آیسته مقدار خوانندگان خط عربی، خط نیاگان ما بیشتر و بیشتر خواهد شد. غیر از این در مکتب هم که تدریس میدن، این هم یک زمینه بسیار بزرگ است برای از بین نرفتنی خط نیاگان ما. فکر میکنم باید بماند همین چیز. بله، تشکر. من نباشد ما داریم این کارای شما رو میگذارم. تشکر برای مصاحبه. من فکر میکنم برای فارسی زبان ها کمی میتوانند دیگر بفهمند که در تاجیکستان هستن نفرهایی که از این کارو میکنن و اه، تجربه شما برای من خیلی جالب بود. متشکرم، متشکرم. سلامت و موفق سلامت باشین. باشید. خداحافظ.